فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادری خب سوالشون خیلی مفصل نوشتن در مورد هنگامی که غسل جنابت بر یک زن و شوهر واجب میشه، اگر مختصرا صحبت بفرمایید. در باره همبستری یعنی یکی از موجبات غسل هست. به صورت کلی در این زمینه تمام فقها اتفاق نظر دارند که با همبستری و نزدیکی زن و شوهر با هم دیگر این در واقع یکی از موجبات غسل هست و غسل بر اونها لازم می شود و معیاری که در این زمینه قرار داده شده این هم در روایات به صورت کامل بیان شده که اذا التقى الختانان فقط وجب الغسل، زمانی که ختنگاه مرد و زن به هم دیگر برسن در واقع غسل واجب شده. یعنی به این معنی که به مجرد به اصطلاح یعنی همبستری کردن و نزدیکی کردن غسل لازم میشه و لازم نیست که حتما باید انزال بشوند یا ارضا بشوند و در واقع از هم دیگر به اصطلاح کاملا کام گرفته باشند. به مجرد این که این عمل را آغاز کرده باشند غسل بر اونها در واقع واجب و لازم است.